سلام 3 2 آقا گرونترین و ارزونترین قهوه اهواز کجاست؟ بریم بخوریم. از قبلش برنامه‌ریزی کردیم که اینو بگیم. آره خیلی مشخص بود. اصلا نباید همه شده باشه، فیل بداهه باشه. خب فیل بداهه بود دیگه. عجب بازی داره میکنه، فیل بداهه میگه خودش. خب میخوایم بریم کجا الان چیکار کنیم؟ اول میریم یه قهوه ارزون میزنیم. من یه جای معرفی کردم توپ. ارزون قهوه مثلا الان قهوه چقدر نرمه؟ 45 درسته؟ داداش 45 کجا قهوه میخوری 45 تومن قهوه میدن؟ الان کمترین اسپرسو دیگه، کمترین اسپرسو 70 80 تومن. خب آفرین 70 80. 45 از کجا اومد؟ شما بلاگرا قهوه‌تون رو مجانی بهتون میدن. داداش زندگی قهوه مجانی نداره. بابا نگو. دوستان حالا مثلا نیما میگه که موام خوبه، میگه مثلا آقا 60 70 درسته؟ خب 60 70 دیگه اسپرسو 60 چره؟ بابا قهوه قیمت. ما اصلا ویدیو رو میتونیم بگیریم. نه فکر کردم داری درصدشو میگی. خب گرونش میشه 100 خورده‌ای که میریم اونجا برای گرون. خب برای ارزون میخوام برم یه جایی که الان میده 20 تومن. 20 تومن. آره میخوام ببینم واقعا تفاوتی بین این قهوه احساس میشه یا نه. شما به اون بگین. الکی چیزی نمیخواد بگید. تو بدترین حالت تمام هرچی میکشی حقته. بمیرم از تنهایی چشم نمیبینه تو رو. میدونستی من یکی از سخت‌ترین کارا واسم دو اسمش گرفتن آجی. یعنی اصلا نمیتونم مثل دختره آجی، ولی به نظرم تو اگه خوب بازی میکنی. نه آجی من میتونم بخونم ولی اگه میگن لب بزن نمیتونم. یالا از اون لب بزن یالا آقا نازنینم. الان نکن آجی به خدا تمیزه. به خدا تمیزه. من الان میخوام صحبت کنم حرفام هم یادم میره. یا پارکینسون داره اینقدر میلرزی. آجی این مرده پیرمرده ببین، این معاون مدرسه‌مون بود. ایشون؟ آره معاون مدرسه نیما و من. آجی من فکر می‌کردم انقدر موفق بشی که معاون مدرسه تو ماشین 206 ببینتت. وای با پیاده باشه. نکنه اذیتت می‌کرد. یه خاطره باید انتقام بگیریم. برو از روش رد شو. اتفاقا یه خاطره خیلی باحال توشه. بگو توش. دستت عمدی اینقدر میلرزونی؟ نه بابا خب ماشین داره میلرزه عزیزم. بیا. یادم رفت. نه یادم رفت. آقا ما بچه که بودیم خیلی اعتقاداتمون مثلا امام حسینی و اینا بود. خب من الانم هستم. خب من قبلا بودم. خب الان میتونیم کار کنیم، منم دوباره اونجوری شم. خب بعد یه بار رفتیم اینه 10 بار ردش کردی. این بود؟ آره. گرونه کدومم؟ اسننگشون تبلیغ میشه. راستی من نمیگیم کجا داریم. خب یه گوشی از این ساده ها اون موقع داشتم، این کشابیا. خب آقا ما شب که رفتیم زنجیر زدیم، این گوشی داخل جیب ما موند، با همون رفتیم مدرسه. ای بابا. بعد باور میشه اون گوشی رو دستم گرفت، می‌خواستم مدرسه اخراجم کنم. جدی؟ فکر کن فامیلش چیه؟ بگو تا اینجا بهش بگم. حاجی یه مرد 80 ساله است، بعید می‌دونم گوشی داشته باشه. آقای کی؟ فتحی. آقای فتح یا فتحی. آقای فتح یا فتحی. این کارو با بچه می‌کنه. بچه دیشبش گوشیش تو چیز مونده. عزیز مسیر زندگیم از همونجا هم به خدا عوض شد. چرا؟ کجات زد که مسیرت عوض شد؟ چیزی نزد، حرفایی که بهم زد خیلی سنگین بود. گفت چرا گوشی آوردی؟ گوشی آوردی تو؟ چه خلافی هستی تو؟ خودش اومد تو. نه جدی جان نیما، مثلا آقا چه اشکالی داره یکی مثلا با گوشی کار کنه؟ حالا مثلا مدرسه چه مشکلی داره؟ اگه سر اصلا الان مثل دانشگاه آقا فرهنگش میاد دیگه. میدونی نمیگم مثلا قانون باشه که باید گوشی بیارید، ولی حالا مثلا گوشی باشه یه چیزی نیست که به خاطرش کتک بزنی. موی بلند اصلا نیستم برای پسر. دوستت خوبه. اصلا به نظرم چیزی نیست که بخوای به خاطرش کتک بزنی یه بچه رو. فرهنگ سازی داری میکنی. آره این کارو نکنید آقا. ویدیو ژانرش عوض شد. ما از اونم نیما جان تو این برهه که همه گوشی دارن. بله. حالا دوره ما مثلا گوشی نداشتیم دبستان، ولی الان یارو دبستانی آیفون داره. آقا ادیتور اینجا رو سیاسفید کن، یه موزیک هم بذار بک‌گراندش. اصلا به نظرم چیزی نیست که بخوای به خاطرش کتک بزنی یه بچه رو. اونم نیما جان تو این برهه که همه گوشی دارن. بله. حالا دوره ما مثلا گوشی نداشتیم دبستان، ولی الان یارو دبستانی آیفون داره. غریبه شدیم واسه هم دیگه خوابم دیگه برگردم نمیبینی خوابشم دیگه. رسیدیم
میخوام برم دیگه گوشی بگیر قهوه بخورم با قهوه میخوام او اینجا چی کار میکنه؟ شاید شوتش کنم بره اون. میگم برای چی برام ما زیر سیگاری میخوریم؟ ما که سیگاری نیستیم. خب درسته ما سیگاری الگافون به سیگاری میخوره. درسته ما سیگاری نیستیم ولی به هر حال جوونا تو این سن یه واقعیتیه زیاد سیگاری شدن و به تبع خیلی رندوم اینو میان میذارن که میگن آقا شاید سیگاری باشه. چی رندوم؟ به نظرم قیافه تو سیگاری میخوره. من هر موقع هیچ وقت برام زیر سیگاری نمیذارم. نیما بعد از 10 سال که میشناسمش فهمیدم که دست چپ داره. اینم در جریان باشه. آقا قهوه رو بگیریم نیما قهوه رو یه قهوه ساده ارزونه. نه گرونه. این گرونه بود. گرونه است. راستی به فضا میخوره. اینجا ارزون باشه کجا ببرم گرون بهت بدم. بریم تهران. ببین این قهوه بعدی که ارزونه رو فکر کنم باجی تو راه دوز بگیرم اون قجر خلافی میخوام بریم. لعنتی ما اومدیم قهوه بخوریم نظر بدیم. حداقل قبل خوردن قهوه مقدمه اصلا کانسپت ویدیومون اینه یکم آرومتر بخور. نگفتی که نظر بدیم، گفتی که قهوه رو بخوریم بعد بریم قهوه ارزونه رو بخوریم. فقط راجع به خوردن صحبت کردیم. چرت و پرت نگو دیگه. چرت و پرت تو داری میگی تو اینو میگی. ولی زور مچم خوبه؟ بد نبود. نسبت به چی؟ من نه. نسبت به خودت عالیه. اگه خودتو با دیروز بخوام مقایسه کنم عالیه. نه میگم به نسبت بدنی که ازم مثلا دیدی مثلا میگه خود زور مچم اینقدر باشه. آره واقعا حدس میزنم. کلا همه میگن دستات خیلی سنگینه. این موشت قویه. چجوری میفهمم؟ مثلا میزنیشون میزنم. خسته شو حاجی. به جونم من خسته شدم. نگاه من نشستم. یا مثلا همین موچی که میندازم میگم مثلا به دستتون نمیخوره موچش چقدر قوی باشه. آره من انتظار کمتر ازت داشتم. و سورپرایزم کردی. عشق منی. موچ تو من میتونم بخوابونم. داداش دست راست وقتی دست اصلی نیست. من دست چپم. پس ما این شکل میتونیم با هم مش بندازیم. چرا؟ چون تو دست چپ. برو آقا بریم برای تست. بچه‌ها بریم قهوه گرون رو تست کنیم چطور؟ بریم برای تست ریز. چند میدی بهش؟ از 1 تا 5. 1 تا 5 من 3 میدم. مشکلش؟ این چه مشکل چی بود؟ من دوست دارم قهوه وقتی میخورم نمیدونم حالا این شاید به خاطر کنیا که داخلش میزنم ولی کلا دوست دارم قهوه در لحظه میذارم اون قلبی بده. من این خیلی دارم. صد روستا بخوری. نه من 70 30 60 هم خوردم که این انرژی رو داده. نمیدونم من ایراد داری ایراد غیر کارشناسانه میگیری خدا. خب اگه بخوام من در نظر بگیرم که تو کافه کار کردم اصلا هم چیز نبود. بعد یه ذره هم خیلی ترش بود. یعنی عربیکا بود؟ آره من عربیکا دوست ندارم. این حس میکنم ما عربیکا سفارش دادیم مثلا. ما چیزی میگم قهوه میخوایم. نه ما گفتم 70 30 آره فکر کنم 70ش عربیکا بوده چون من عربیکا اصلا تو عربیکا بازی من بستگی به موقعیت داره. من بستگی به موقعیت نداره. همش روبوستا دوست دارم بخورم. من نفهمیدم فقط چی شد. من واقعا به کافه های لاکچری عادت دارم. مثلا حس خوب دارم میگه. من اونجا نمیام. میخوای بری جای بعد خودت برو. کافه ارزونا رو خودت برو. رفیق کسیه که اونجاها باهات باشه نه اینجا که همه میان داداشی بده شیپس. داداشی من تو قبرم باهات میام. داداشی حالا نکشمون یه جا دیگه رو بگو. داداشی من اون کافه ارزونا هم باهات میام. داداشی سرکاریسی کنیم هر کی که برد حساب کنه. بیا با هر کی برد. هر کی برد؟ آره. هر کی برد حساب بکنه یا حساب نکنه؟ حساب. این که برد حساب نمیکنه. حساب نمیکنه. تا 3 تا تو یکی. یکی. بیا سنگ کاغذ قیچی. خب من باختم من حساب میکنم. بهت گفتم نه داداش من حقیقتا میدونستم میخوای قیچی بیاری چون خراب رفاقتا میخواستم خودم حساب کنم. اولش دوستان همتون دیدین دیگه از جیب من کارت در اومد رفت برای حساب بازم من حساب داداش کردم. باختی. الانو باختم 6 بار قبلی که بازی نکردم باز من حساب کردم. اگه ناراحتی من حساب کنم. اگه ناراحتی حساب نه دیگه کنم. داداش حساب شد. حالا که اینجوری اشتباه میگم رمزمو کسی نفهمه. یه قهوه میخوای حساب کنی؟ چرا انقدر سیس گرفتی؟ حال میکنی یا قهوه‌ام حساب میکنم. اون قهوه بخور به بابام بزرگم که. اون قهوه 20 تومانی رو تو حساب کن. 1 hour later. آقا این هولوش 90 خورده ای میشه دیگه تو اهواز حالا تا حدود گرون حساب میشه دیگه 90 خورده ای. تو گفتی 300 تومن که. خب بابا دیگه الان اینجا مثلا دیگه شرایط خرب که نیست که ببین دفتر پوررضا من بهت قهوه میدم ازت 300 تومن میگیرم. اسم آقای پوررضا اومد. مهمان بعدی برنامه ما آقای پوررضا. به به. تو این به افتخارش. این پایین کامنت بذارین پوررضا پس بیا. چقدر بامزه بود. نه کامنت بذارم پوررضا. شادمهر ها؟ شادمهر.
اسم داوود هم بیاریم. اسم آقای داوود شیران اومد. حتما دعوتشون میکنم به یه دوئل که با ما قهوه بخورن. به به. چرا دوئل؟ هر کی سریعتر قهوه رو خورد. همینو من بده. کارت نداریم. کارت من دارم. بیا. همینو بده من. این چقدر میشه همین؟ قربونت عزیزم. فدات شم. آقا حواس موز کردم اینقدر موز؟ بعد 100 تومن بده. به به. 100,000 تومن میخوام موز بگیرم. داداش ما اومدیم ارزون ترین و گرون ترین قهوه هم میخوریم. بذار موز بخوریم کم انرژی داشته باشیم. خدمت گلت برادر. عشق منی. One hour later. میگم موز اینجا ارزون‌تره. بعد افتادم تو قیمت موز پرسیدم. میگم واقعا کی داره گرون میده؟ ولی من یه جا دیدم 80. واجی فکر کنم این موز پلاسیده. نه میبینین چجوریه داداش این کارا نیستی. انقدر میوه شسته رفته. انقدر میوه شسته رفته گذاشتن جلو. از این میوه خارجی ها نمیدونی. ما یه تایمی میرفتیم دنبال ارزون ترین میوه ها. زندگی سخته. اینا سبدی 80 میدن. چی؟ سبدی 80. نیدی پرسیدم سبد گفت که این کارا نیستی. سبد نداریم کارتونه. آره. اینا مثلا میره اونجا میگه که خب سبدی چند؟ مثلا یه دفعه میگیم سبدی 120. میگه نگفتی سبد؟ میگه نگفتی کیلو 80. نه اون سبدیه. و سبد هم داخلش 1 کیلوه یا بیشتره احتمالاً. نمیدونم. الان ما چقدر موز خریدیم؟ ما الان اینقدر موز خریدیم. یه سبد هستی؟ مال ما 1 کیلو نشد. مال ما تقریبا 1 کیلو شد. نگاه کن من حس میکنم ببین سبدش اول سبدشو گذاشت بعد گفت 205 بعد گفت 1 کیلوش کنم 105. فکر کنم اینجوریه. آقا این فکت خیلی مهمه برام. یاد بگیرین موز بخرین. دست شما درد نکنه. خداییش این همه ایده 2 تا قهوه تو یه روز گرونترین و ارزونترین قهوه چه فازیه؟ در حدی که حالت تهوع دارم. ببین در این حد بگم که از شدت ضربان قلبم حالت تهوع گرفتم و نمیدونم چیکار کنم. دوست دارم دیوار گاز بگیرم. کجاست؟ پارسا. سلام علیکم. ناموسن یه دستشویی نیم ساعت. دستشویی خودم که کلا 30 ثانیه بود. درگیر علی گرامی بودی؟ اینجوریه. آقای علی گرامی مسافر باغ ملک کجایی آقا؟ البته داداش وقتی چهره محبوب و مشهور و مرسومی من مرسومی دو نفر دستشویی شناختم. جدی؟ محبوبیت خیلی سخته، معروفیت خیلی سخته. آره دوستان ارزون ترین قهوه رو حس می‌کنم پیدا کردیم. داداش قهوه عربی همون یا قهوه دله قهوه میخوام بگم که قهوه خیلی خوبیه. آره. به خاطر اینکه متریالش دستسازه. اشتباه میگم؟ عجیب. اونایی که حالا مثلا طرف باریستا نه ایراد بگیره. من نظر شخصی دارم اشتباه میگم. آره سمت رست و این چیزا نه. الان مردم چند نفر قهوه شناس میگن عزیز من این چیزاش نکن. آقا تست یک آدمی که هیچی از قهوه سر در نمیاره. ما اونو زدیم. یعنی میخوایم بزنیم. برو سمتش وایسا. ولی فکر کنم تقریبا 20 سالی که قهوه نزده. همینجوری نشسته. نشونش بده. رفته موز فروش شده اصلا. میخواد برامون قهوه بزنه. حاجی موز که موز میفروشه میخواد قهوه برامون بزنه. قهوه چی؟ هم گلد. قهوه گلد این چی؟ نوع قهوه‌شه. نسکافه است، گلد است. نسکافه دونه. میکروفونو بگی نزدیک آقا. یه چیزی میخوایم بزنیم که میخوایم بریم عروسی. میخوایم تا فردا ظهر بیدار باشیم. تا بعد غروب بیدارت. تا عروسی خودت بیداری؟ تا عروسی خودم بیدارم فکر کنم. البته ما قبلش هم یه قهوه دیگه زدیم. بزنیم. یا تاقان میشی. نگاه کن. اینو بزنی سوپاپو بغل کردی. 30 سال داستانه ها. تجربه خوابیده داشت. شات زعفران سرد گرم. آقا شات چی بدم برامون گرم؟ نه خنک بزن. خنک؟ آره خنک. اینجا خیلی زشته بگی شکلات با این. آره زشته. اصلا ما شکلات نمیخوریم. ما اون قهوه‌مون هم اصلا با شکلات نخوریم. میخوایم با قند بزن. قهوه با قند بخوریم چی میشه؟ اشکال نداره قربونت. هر چیز زدی اوکیه. قهوه با چی بزنیم؟ با قند. با قند؟ آره. امتحان کن. سوسولیه. بچه خوبا میزنن. ما که بچهای بدی هستیم. مزه قهوه نه اون مال یه چیز دیگه بود. کجا میشه اینجا؟ اینجا میشه بعد سراتپه. سراتپه. میشه پای سراتپه. دم شما گرم. عزیزم از دست فقط کیان پارس دیدی اینجا نیومدی. اینجا بزرگ شدم برادر. آقا موز کیلو چنده میگم؟ موزم 310.
خوبه ننداختم بمون. ما اونجا 100 گرفتیم. ما 100 خریدیم. ولی موز آقا اصلا کیفیتش فرق میکنه. اصلا این موز عربی آره. اسم این موز چیه؟ مثلا موز چی بهش اسم این موز خیاره. نه مثلا میگن داداش اسم میذارن روش، مثلا میگن موز اکوادور هست. همین از اکوادور اومده. بعد داستانشو میدونی چیه؟ ترجیحاً دوست ندارم الان بدونم وقتی دارم قهوه میخورم. نه جالبه آخه میگن که تخماشونو از اونجا میارن، درسته؟ کلا از اونجا صادر میشه به اینجا. یعنی از اکوادور میارن اینجا؟ دیگه ماست خارجی هم. A few moments later. یعنی این ماشین مالی کیه؟ خیلی باش میشه خوب عکس گرفت. آره این ماشین ما ماسی گفتم شبله؟ ماشین شناس داداش. آدم خوب آدم شناس باشه، ماشینی که همه میشناسن. قهوه‌ت که سنگین شد حرفات هم سنگین شد. این قهوه دونه چنده؟ 20 تومن. ولی انصافا یه انرژی داره بهم میده. اون قهوه 100 تومانی بهم نداد. آره داداش از دست آدم درست خوردی. حالا اونم آدم درستی بود. آدم درستی ولی ایشون درست‌تر. قهوهش چه سی بود. آره موزیک لایت و اینا. دوستانی که تمایل به خوردن قهوه آقا بیاین بعد استراحت تپه پیش آقا فامیل شریفه امیری هم. پیش آقای امیری بیاین اینجا بگین گلد میخوام سفارشی یه چی میزنه گلد. آره همینطوری دیگه میری تا فردا سر حالی. کد تخفیفمونم پارسا داد کیانی. 20000 تومان تخفیف چی میخوای بگیری؟ خجالت بکش. ببخشید بگین از طرف ما اومد. بهشون هم بگین این شاتو براتون بریزن چون ممکن یادشون شات گلد. شات گلد. یا امام هفتم هشتم به قبله. به چرا حالم خوبه. این گل کار اینه. چه باحال. سرد قرار بود باشه. این هنوز آماده. من گرمش هم خوب. ببین این شات این انرژی که این میده رو قهوه میداد. آره. با موز هم میتونیم بخوریم ها. ما موز هم داریم. 110. موزش هم خوبه خدایش. بخر. نگر بهتر پیدا نمی‌کنی. جلوتر نهایتاً بگی 100 برای 10 تومن که مسیر رو عوض نکن. گشتیم نبود نگرد نیست. بس دیگه بابا. همین داره میده 130. نه بابا. کامت جلوتر بریم بیشتر میشه. آره. باختی. زندگی رو نبازی. این کار به درد کسایی مثل اخلاق بابام نمیخوره. بابام همیشه باید همه رو بگرده میره تا آخر. منم همینجوری آخرم نمیخرم. ببین پدر من مثلا اینجا اول بعد میگرفتی بری جلوتر گرونتر. حاجی میدونی چه تریک داره؟ من بابام خیلی استاده تو این چیزا. مثلا دستش اینجوری میذاره اینطور میکنه. بعد میفهمه میگه مثلا 120. بعد اگه تو مثلا بری اینجوری بهش بگی به تو میگه 140. تریکش اینه. اینجور بگی به تخفیف میده. مثلا ته قیمتو میگه. جدی اینجوری مثلا الان بذار رو همین آقا تست میکنم. بابا نه رو آقا وقتی حساب کنیم که من تست کنیم. رو من تست کنی چند؟ میگم زیاده بابا ناموسا خیلی زیاده. داداش قیمت ندارم. قربونت. آجی من حقیقتا قهوه نمیزنم. ما قهوه داریم میخوریم. ایشونه. خدایش هم قهوهش درجه 1 بود. حرف نداره قهوهش یعنی 20 خیلی دوست نداره با اون صحبت. خب آقا به پایان آمد این ویدیوهای دیگر همچنان ادامه دارد. ارزون ترین و گرون ترین قهوه اهواز رو خوردیم، نظرمون رو گفتیم. حتما آقا ویدیو اول خواهش میکنم لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین ما دیده شیم. بذارید هنر دیده شه. عشقید. لطفا این ویدیو رو رد نکن. نه. الان دیگه ردش کن آخرش. آره دیگه الان اوکیه. عشقید. میبینمتون تا ویدیو دیگر. بدرود. به نظر چقدر ویو میخوره؟ به نظرم راستشو بخوام بگم راست حسین به نظرم 500 600 تا میخوره. دونه بیشتر میخوره 500 600 به خاطر اینکه داداش ارزش هنر رو نمیدونی چقدر باید بخوره. به نظر من ویدیو میلیونی بشه چون دو تا فکت داخلشه. به شدت هم بامزه و اینترتینمنت دیگه چی میخواد آدم. ولی نه جدی به نظرم سکا میخوره. سکا عالیه. آقا سکا بشه عالیه. بیشتر سکا خورد دیگه نگاش نکنید. رو مخمون میره.